خب ما با تعریف بردار شتاب و بردار شتاب متوسط آشنا شدیم و گفتیم که حالا به طور خلاصه شتاب، حالا بردار شتاب متوسط مساوی است با تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان. یعنی هر جا ما سرعت تغییر کنه ما شتاب هم داریم. حالا میخوایم به غیر از این تعریف ریاضی که ما داریم ببینیم که تعبیر فیزیکی شتاب چی هستش. به هر حال ما یه تعبیر فیزیکی یا یه سنس فیزیکی نسبت به سرعت داریم. وقتی میگیم یه وسیله نقلیه داره با 50 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه یا 90 کیلومتر بر ساعت، ما میدونیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ببینیم حالا تعبیر فیزیکی شتاب چی هستش. و حالا اینم بگم که در ادامه درس‌ها که ما جلوتر میریم، به خصوص بعد از اینکه قوانین نیوتن رو بخونیم، میبینیم که تعبیر شتاب شاید خیلی ملموس‌تر برای ما باشه تا تعبیر سرعت. ببینیم به چه صورت هست. ما فرض کنیم که حالا یه وسیله نقلیه داریم که اینجا یه ماشین که در لحظه t1 ساکن هستش و شروع میکنه به حرکت، سرعتش رو زیاد میکنه و یه مسیر رو طی میکنه و بعد شروع میکنه ترمز گرفتن و اینجا وای میس، یعنی t1 و t2. در لحظه t1 اینجا سرعت صفر هستش، اندازه سرعتش صفر هست، v مساوی با صفر، و بعد اومده اینجا بازم توقف کرده، v مساوی با صفر. خب من اگه بیام چیکار کنم؟ بیام تغییرات اندازه این سرعت اتومبیل رو به عنوان یه نمودار از زمان رسم کنم. یعنی چی؟ یعنی بیام بگم که فرض کنیم ما یه نمودار داریم، مثلا به این صورت، با یه رنگ دیگه من رسم کنم. فرض کنیم یه نمودار داریم که حالا محور عمودی اندازه سرعت رو نشون میده و محور افقی زمان رو نشون میده. رسم کنم من. خب پس یعنی این محور افقی زمان رو نشون میده و این محور عمودی اندازه بردار سرعت رو نشون میده. اندازه بردار سرعت. ما میدونیم که حالا چون حرکت روی یه خط هستش، همیشه بردار سرعت در این جهت هست، در راستای این خطی که کشیدیم هستش. و بعد حالا ما بیشتر میخوایم راجع به اندازه سرعت صحبت کنیم. چرا؟ چون ما گفتیم شتاب مساوی است با تغییرات سرعت تقسیم بر زمان. میدونیم که سرعت یک کمیت برداری هستش، چه جهتش چه اندازش اگه تغییر کنه ما شتاب داریم. حالا اینجا ما فرض کردیم که جهت سرعت، راستای سرعت ثابت باشه، جهتش میتونه تغییر کنه، ولی فرض کردیم که راستا یه بعدی باشه، ثابت باشه، ولی اندازه سرعت تغییر کنه. خب اینجا که اتومبیل در لحظه t مساوی با 1 ثابت وایساده، سرعتش صفره، پس من میگم اندازه اینجا صفره. بعد ما فرض کنیم که حالا این اتومبیل به صورت یه نواخت خیلی آروم سرعتش رو زیاد میکنه تا مثلا به این سرعت دلخواه خودش برسه. مثلا فرض کنیم میگیم سرعت 60 کیلومتر بر ساعت برسه، یعنی اینجا باشه 60 کیلومتر بر ساعت. و بعد از این که حالا به این نقطه رسید، به این سرعت 60 کیلومتر بر ساعت رسید، یه مسافتی رو طی کنه، مثلا تا اینجا، از اینجا تا اینجا که میاد سرعتش به 60 کیلومتر میرسه و بعد شروع کنه با همین سرعت ثابت به حرکتش ادامه بده، مثلا تا اینجا بیاد. و بعد از اینجا چون میخواد اینجا وایسه شروع کنه ترمز گرفتن، شروع کنه ترمز بگیره و سرعتش رو دوباره صفر کنه. میبینین اینجا سرعت دیگه صفر میشه بازم. خب پس اینجا سرعت صفر هستش، این لحظه t2 هستش. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ چطوری ما میخوایم تعبیر فیزیکی سرعت رو، تعبیر فیزیکی شتاب رو اینجا بدونیم؟ ببین شما وقتی که ماشین، اگه دقت کنین حالا از فردا که سوار ماشین میشین، یه وسیله نقلیه میشین، اون لحظه‌ای که وایساده شروع میکنه به حرکت کردن. وقتی که شروع میکنه به حرکت کردن، شما مثلا اگه نشستین احساس میکنین بیشتر به صندلی ماشین فشرده میشین، به سمت عقب میرین. چرا؟ چون اونجا داره اندازه سرعت تغییر میکنه. وقتی که اندازه سرعت تغییر کنه بردار سرعت تغییر میکنه و هر وقت ما دلتا وی داشته باشیم شتاب داریم. بعدن ما یاد میگیریم که شتاب معادل با نیرو، شتاب یه رابطه خیلی خیلی نزدیک داره با نیرو. توی قانون دوم نیوتن ما یاد میگیریم. پس هر جا ما تغییر سرعت داشته باشیم شتاب داریم و چون هر جا شتاب داریم نیرو داریم، ما اونو میفهمیم. یعنی اون لحظه‌ای که شروع میکنه به حرکت، شما با توجه به اینکه به صندلی ماشین بیشتر فشرده میشین، میدونین که حتی اگه چشم شما رو هم ببندن شما هیچ صدایی نشنوین، ولی با توجه به اینکه با بدنتون احساس میکنین. یعنی بدن ما، جهان اطراف ما طوری شده، طوری هستش که اتفاقا شتاب برای ما خیلی بیشتر ملموس هستش. ولی از اونجا به بعد دیگه وقتی که سرعت اتومبیل دیگه ثابته، روی هم جهتش و هم مقدارش ثابته، شما دیگه واقعا هیچی احساس نمی‌کنین. یعنی اگه مثلا
شما نتونین ببین، مثلا چشم شما رو بسته باشن صدای نشنوین و مثلا صدای موتور و ماشین نیاد، یه جاده خیلی صاف باشه، شما داخل یه ماشین باشین که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه، شما واقعا نمیتونین بگین که حالا مثلا سرعت ماشین 100 کیلومتر بر ساعته یا مثلا 80 کیلومتر بر ساعته و به همین ترتیب. ولی شتاب چرا میتونین بگین؟ یعنی اگه بازم تو همون ماشین باشین که حالا بیرون رو نتونین ببینین، مثلا صدا نتونین بشنوین، جاده خیلی صاف باشه، شما هیچی متوجه نشین، ولی همین که سرعت ماشین تغییر کنه، چون شتاب دارین، شما میتونین اینو احساسش بکنین، میبینین که به صندلی ماشین بیشتر فشرده شدین، مثلا به سمت عقب میرین شما. و بعد حالا تو این نقطه بس اینجا دیگه ما هیچی متوجه نمیشیم، ولی در عینی که به این نقطه رسیدیم شروع کردیم که چی؟ ترمز کردن. بازم اندازه سرعت رو کم 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 میکنیم. وقتی داریم اندازه سرعت رو کم میکنیم، پس ما بازم دلتا وی داریم، تغییرات سرعت داریم، پس شتاب مخالف صفر میشه. تو این مرحله اینجا شتاب صفر هستش، یعنی اگه ما بخوایم اینجا شتاب بنویسیم، اینجا شتاب توی مرحله صفر هست، چون تغییرات سرعت صفر هستش. سرعت ثابته، راستای سرعت، جهت سرعت هم ثابته، من صفرشو بنویسم، دلتا وی مساویه با صفر. ولی اینجا آ مخالفه با صفر، اینجا ما شتاب داشتیم. به همین ترتیب هم ما اینجا هم بازم شتاب داریم. و چه اتفاقی میفته وقتی شما ترمز میکنه ماشین؟ شما به سمت جلو پرتاب میشین. یعنی حالا اگه مثلا این ترمز شدید باشه، خدای نکرده توی تصادف باشه، میبینی که اون تمام افرادی که تو اون ماشین هستن، تمام وسایلی که تو اون ماشین هستن، به سمت جلو پرتاب میشن. چرا؟ چون یه تغییر سرعت خیلی ناگهانی داریم، ما یه شتاب خیلی بزرگ داریم و به همین ترتیب یه نیروی خیلی بزرگ داریم. اون افراد داخل ماشین به سمت جلو میرن. پس میبینیم که تعبیر فیزیکی شتاب رو ما میتونیم با نیرو شاید بهتر بتونیم بفهمیم، که هر جا ما تغییر سرعت داشته باشیم شتاب داریم و هر جا شتاب داشته باشیم حتما نیرو داریم. و مثالای این مثال رو ما میتونیم خیلی جا استفاده کنیم. برفرض مثلا وقتی که شما سوار آسانسور میشین، فرض کنید حالا شما سوار آسانسور شدید، مثلا از حالا طبقه اول، یه برج مثلا 100 طبقه است، شما میخواید از طبقه اول به طبقه 100 برید. وقتی که آسانسور شروع میکنه، شما اینجا داخل آسانسور هستید برفرض، وقتی که آسانسور شروع میکنه به سمت بالا میره، چطوری سرعتش رو تنظیم میکنه؟ اول که سرعتش صفره، شروع میکنه سرعتش رو زیاد کردن، مثلا تا طبقه دهم تا به اون سرعت ماکسیمومش میرسه، به اون سرعت بیشینش میرسه مثلا به سرعت 5 متر بر ثانیه، مثلا دارم میگم 1 متر بر ثانیه. و بعد از اونجا، از اون طبقه 20 دیگه تا طبقه 80 با اون سرعت ثابت میره. و بعد طبقه 80 رسید، چون میدونه شما میخواین طبقه 100 وایسین، شروع میکنه سرعتش رو کم کردن تا اینکه بالاخره توی طبقه 100 وای میسه. حالا چه اتفاقی میفته؟ از نقطه شروع تا اون نقطه‌ای که سرعت آسانسور داره تغییر میکنه، زیاد میشه، یعنی به این صورت بازم میشه، شما احساس میکنین وزنتون سنگین‌تر شده، احساس میکنین که یه نیروی داره بهتون وارد میشه. اون نیرو چیه؟ اون نیرو به خاطر همینه که شما تغییرات سرعت دارین، شتاب دارین، و وقتی که شتاب دارین حتما نیرو دارین. و بعد از یه جایی به بعد دیگه شما احساس عادی میکنین، یعنی انگار نه انگار که حالا به شما نیروی وارد میشه، انگار نه انگار که حالا داخل یه آسانسور هستین که مثلا با سرعت 3 متر بر ثانیه داره حرکت میکنه. ولی در عین اون لحظه‌ای که باز آسانسور شروع میکنه به ترمز گرفتن، سرعتش کم میکنه، شما احساس میکنین که زیر پاتون خالی شد، یه خورده وزنتون سبکتر شد. چرا؟ چون بازم داره به شما حرکت شتابدار ما داریم، داره به شما نیرو وارد میشه و شما این نیرو رو احساس میکنین. حالا مثالای شتاب اینجوری ما بخوایم بگیم خیلی خیلی زیاد هستن و بازم میگم شتاب نسبت به سرعت شاید ما بهتر شتاب بفهمیم. شاید یه مثال خیلی خیلی خوبش این باشه که مثلا همین الان که من و شما روی زمین هستیم، روی کره زمین هستیم، زمین داره دور خورشید میچرخه. یعنی اگه این خورشید باشه، بر فرض اینجا من بنویسم اینجا، این خورشید اگه باشه، زمین داره با یه سرعت خیلی 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 زیاد داره، این اگه زمین باشه داره دور خورشید میچرخه، سرعت مثلا 110,000 کیلومتر بر ساعت، تقریبا 108,000 کیلومتر بر ساعت، 110,000 یا 108,000 کیلومتر بر ساعت تقریبا. خب این سرعت خیلی خیلی زیاد هستش، ولی ما اصلا هیچی متوجه نمیشیم. به خاطر همینه که من میگم شتاب ملموس‌تره نسبت به سرعت. با اینکه ما داریم با این سرعت زیاد حرکت میکنیم، ولی اصلا احساس نمیکنیم که حالا سوار یه وسیله نقلیه به اسم زمین هستیم که داره با این سرعت خیلی خیلی زیاد حرکت میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حالا بعدن شما شتاب حرکت زمین رو حساب میکنین، خیلی خیلی شتاب جزئی و کمی پیدا میکنه. به خاطر همین ما اون شتاب رو نمیفهمیم. خیلی راحت روی زمین احساس میکنیم که زمین ساکنه وقتی که داریم
راه میریم، حالا زندگی میکنیم روی زمین، ما این سرعت زیاد رو احساس نمیکنیم. به همین دلیل من میگم که شتاب برای ما ملموستر، قابل فهمتر هستش تا نسبت به سرعت، که حالا هرچی ما مثاله بیشتر حل بکنیم بیشتر با مفهوم شتاب آشنا میشیم.